من اساساً منتقد روایت شکست انقلاب مشروطه هستم، بودم از خیلی سال پیش. به هر حال ما وقتی میگیم مشروطه خواهان، باید حواسمون باشه که مشروطه یک جنبه جنسیتی هم داشت و اتفاقا سرآغاز جنبش زنان به معنای مدرن کلمه در ایران شد. به هر حال همشون میخواستن که ایران از شر بیقانونی رها بشه، از شر خودکامگی و خودسری و خیره‌سری حکام رها بشه. تقریبا همه میخواستن نظام قضایی ایران رو پایه‌های مدرن و انسانی و به هر حال قانونی قرار بگیره. مشروطه و دموکراسی یخچال نیست، کامپیوتر نیست شما از بیرون بری از بازار بخری بیای تو خونه بزنی وصلش بکنی کار بکنه. مشروطه با مسائل روحی، اخلاقی، عاطفه، فرهنگ، باورها، خلقیات یک جامعه در پیونده. یعنی ببینید من الان اگر دلم برای جامعه خودم بسوزه، نباید به جامعه بیام القا بکنم آقا تو با یک حرکت انقلابی میتونه همه مشکلاتت رو حل و فصل کنی. یکی از ضربات مهلکی که به پیکر مشروطه ایرانی خورد، ناشی از همگرایی بین انگلستان و روسیه بود، روسیه تزاری. در تاریخ تجدد، اصلاحات، نوسازی، برنامه‌های توسعه‌مون، یه نقدی که من سالهاست میکنم اینه: غیبت مردمه و کلان اسیر شدن این برنامه‌ها و اندیشه‌های مربوطه در کلان روایت دولت و حکومت. همین مشکل شکاف بین نخبگان و توده مردم آفت بزرگی بوده که بر پیکر جریان نوخواهی، نواندیشی و نوسازی ما افتاده. و حتی خود آخوند خراسانی میگه آقا ما که هیچی که آخوندیم، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق او فهمی که ما از دین داریم حق نداشته در زندگی خصوصی مردم دخالت بکنه. اما در مجموع من میتوانم به عنوان یک شاگرد کوچک تاریخ بگم که آینده روشن پیش روی ایرانی ها هست.